یه سالن آرایشی اومد بود یه ابتکار جالب انجام داد، یه چیزی مثل قلاب مانند با مقوا درست کرد، این قلاب مینداخت تو دستگیرهای در ماشین، پایینش هم یه اینجوری باریکه بود، روش زده بود سالن آرایش فلان تبلیغ کرده بود. اومده بود مثلا 100,000 تا از این چاپ کرده بود، از اول خیابون فاطمی دو طرف خیابون، هر چی ماشین تو کوچه پس کوچه ها بود توی یه شب تا صبح، یعنی یه حرکت چریکی کرده بود. تمام دستگیر ماشینایی که پارک کردن بغل خیابون رو همه رو داده بود، اینا رو وصل کرده بودن. 10,000 نفر آدم میان یه دفعه همچین تبلیغ رو تو ماشینشون، رو دستگیر در ماشینشون میبینن. سالن آرایش ترکیده بود، میگم من وقت نمیکنم انجام بدم. 15 سال پیش که اینترنت و واتساپ و تلگرام و این چیزا نبود، چجوری مشتری پیدا می‌کردیم؟ همه گیر دادن مثلا روی تبلیغات کلیکی. سایت ورزشتری رو باز می‌کنی می‌بینی 50 تا بنر اونجا هست، کلافه میشی میای بیرون. یه زمانی خیلی خوب جواب میداد، الان یه ذره نرخش تغییر کرد. یعنی شما الان 200 میلیون تومان تبلیغات کلیکی میگیری، نرخ تبلیغت انقدر کمه که حاضر نیستی ادامه بدی. هنوز هم تراکت، برچسب‌های تبلیغاتی، خلاقیت‌های مثلا جذاب هنوز هم کار میکنه.